بالاخره آپدیت جدید پابجی موبایل اومد. قرار توی این ویدیو بریم سراغ فایل 120 fps 90 fps و 60 fps کاملا بدون لگ و حتما تا آخر ویدیو رو با من همراه باشید. و بچه‌ها یه نکته رو من همین الان بهتون بگم. آقا من اولین یوتیوبری هستم، خب اولین یوتیوبر، جرأت میگم که همین که پابجی آپدیت میده فایلاشو کاملا میسازم و براتون فایلاشو قرار میدم. حتما بچه‌ها واقعا زحمت زیادی داره همچین کار، یعنی کل شب و نخواب یه ویدیو بسازی ولی حمایت نشه. آقا لایک کنید، انصافا لایک ویدیو رو به بالا 200 تا برسونید. عشق منی، دمتون گرم. و اگه از طریق سرچ یوتیوب دارید ما رو میبینید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید که چیزی نمونده به 10K. امیدوارم که دوست داشته باشید دیگه. آقا نگاه کنید بچه، ما الان میریم یه دونه چیز استارت میکنیم، مودو با هم ببینیم چقدر لگ میده، لگ داره لگ نداره. و اینکه بچه حالا من هیچ اصلا من اصلا کلا بازی کردم برای من مهم نیست، خب چون من یوتیوبری نیستم که توی سبک کلکل باشم. یه ویدیو گذاشتم راجع به حالا یه افغانی پسر از افغانستان، حالا TDM پلیر از افغانستان، فکر کنم معروفم بودش، نمیدونم حالا سرشناس بود، اومد گفت در حدم نیستی و اینا. ما باهاشون یه روم زدیم دیگه، من باهاش روم زدم و طرف خورد، بعد آنفرند کرد و اینا. هم ویدیوشو گذاشتم، یه سری از بچه‌ها ناراحت شده بودن. آقا خودم اصلا بازی برای من مهم نیست، یعنی پلیری نیستم که بازی کنم، من میام ویدیومو میگیرم میرم. آقا همین ابتدای کار احتمالاً نتم بره. خب چرا؟ نتم در واقع نمیره، نمیدونم، چون هم دارم همزمان دانلود میکنم، هم دارم یه ویدیو آپلود میکنم داخل یوتیوب، هم کلا همه این کارا داره با یه گوشی انجام میشه. امیدوارم که لگ نده دیگه. خواهی تا اینجا ویدیو رو اومدی ولی هنوز لایک و سابسکرایب نکردی، حتما لایک ویدیو رو بکن، چنل ما رو هم سابسکرایب کن و زنگولش رو روی آل قرار بده که بقیه ویدیوهای این سیزنمون رو ببینید و از دست ندید. فایلا هر چند روز یه بار، حالا هر روز تقریبا آپدیت میشن بچه‌ها. خب بریم. آقا من فایل رو زدم، دارید از همینجا یه کار میبینید. اصلا به خدا هم توی جامپ زدن، هم توی کلا هر کاری که دلم بخواد بکنم و بازیم لگ نمیده. قرار نیست بازی کنم، یعنی اصلا میخوام فقط تست لگ بگیرم ازش. دارید میبینید بچه ها بازی به روونترین شکل ممکن داره روی یه همچین دیوایسی داره بالا میاره. اصلا قرار نیست من بازی کنم بچه ها، اینو خودتون دارین میبینید دیگه. واقعا بچه ها به شدت روون، بدون هیچ گونه مشکلی. دوباره میریم مود که فقط بچه ها من بهتون چیزو نشون بدم یعنی هیچ چیزی اصلا قرار نیست من بازی کنم. بازم میگم این سری الان میان میگن از حالا این سبک بازیه ناموسن. آقا فکر کنم بار دوم نمیشه پرید مود، نه یا میشه؟ مود کجاست؟ نه حاجی نمیشه بار دوم مودو پرید. حالا ما میفهمیم داخل مپ دیگه. ای وای بر من، وای بر من. آقا ارانگل قدیم برگشته. جان مادرت ما رو نزدن، بذار این ذره حالا تستش کنیم بازیو. حداقل یه 2 تا تیم ما بتونیم به انمی بزنیم گایز. آقا نه لگ نمیده، خودتون دارید میبینید. آقا بازی بدون لگ روی پوکو ایکسری پرو که یه بار سی پی یوش سوخته داره اجرا میشه، یعنی خودتون دارید میبینید. لازم نیست من زیادم تعریف کنم از ضد لگ، ولی حتما بچه‌ها ضد لگو بزنید. یعنی ضد لگ نیست، 120 fps در واقع. گوشی من روی حالت 60 هرتز اون بالا نگاه کنید. اگه نگاه کنید بچه‌ها 60 هرتز کاملا ثابت، یعنی 60 fps کاملا ثابتی دارم میبینم و هیچ گونه مشکل لگی نداره. آقا لیویک قدیم انصافا برگشته. وای چقدر خفنه باید این لیویک، خیلی دوستش دارم لیویک قدیمو. خلاصه یه خاطرات دیگه، یه خاطرات از قدیم تا الانه، ولی همه جا سوراخ سنبه داره این لیویک قدیمی، هم میشه راحت آدم رو زد. خب مرسی که اینجا ویدیو رو با من همراه بودید و اگه بودید و لایک نکردید آقا لایک ویدیو رو فراموش نکنید. بریم که با هم آموزش چیزو داشته باشیم، آموزش انتقال فایل رو داشته باشیم. خب
این از اینجای کار. خب خودتون دیدید دیگه آقا، لگ بازی به طور کامل صفر بود، اصلا چه داخل مود به این بزرگی، مود به این چیزی، مود به این حالا خفنی، ولی آقا لگ بازی صفر بود، ناموسن صفر بود. خودتونم دیگه میدونید، کسایی که زیاد منو دنبال میکنن بچه پوکو اکس 3 پرو من سی پی یوش سوخته، یه بار تعویض شده و زود داغ میکنه، خیلی هم داغ میکنه. موقعی که داغ میکنه لگو میده دیگه، کارش نمیشه کرد. یعنی این طبیعته، حالا طبیعیه. اگه سی پی یو اصلیش بود هیچ گونه مشکلی نداشت، موقعی که فایلو میزدی اصلا لگ بازی به طور کامل از بین میرفت. خب بریم سراغ آموزش انتقال فایل. خب بچه‌ها میایدیم پایین، یه دونه برنامه از برنامه زدارچیور. آقا فایل پسورد داره، پسورد توی قسمت گیم پلی توی همون ویدیو بود، حتما از اونجا پسورد رو بردارید. مثلا میگم میایم تو قسمت دانلود ها. خب میایم توی قسمت دانلود ها یه دونه زدار. آقا من فقط میخوام چیز کنم دیگه، مثلا حذف لگ، نمیدونم این حذف لگه حالا مال آپدیت جدید نیست، مال آپدیت قبلیه. باز من میزنم، نمیدونم پسوردش دقیقا چیه. آقا یه پسورد شانسی میزنیم از خودمون. نه آقا این پسورد درست نیست. حالا در هر صورت ما بخوایم مثلا انتقالش بدیم بچه‌ها، من میخوام فقط انتقالش رو بهتون بگم. ما اکتیو ساو اینجا داریم دیگه. این اکتیو ساوی که براتون داخل چنل تلگرام میذارم و حتما دانلود کنید بچه‌ها، و از هر جایی فایل بر ندارید. یعنی بهتون این فایل رو من تضمین میدم بچه‌ها، ولی از هر جای دیگه ای فایل بر ندارید، چون فایلای مثلا میگم بازی این سیزن انقدر حالا بمپنش سختگیر شده که فایلا رو زود تشخیص میده و این فایلا رو بچه من نمیرم از یه چیز دیگه بسازم، یه برنامه دیگه بسازم. اینو داخل خود تنظیمات پابجی موبایل، خود داخل شما بگید مثلا داخل چی میگم فایلای بازی پابجی موبایل اینو تغییر میدم. یعنی هیچ جای دیگه نه اکتیو ساو میبرم اد میکنم داخل سایتی، نه هیچ اینو فقط داخل تنظیمات موبایل و یه برنامه خاص، کاملا خاص که هیچ کس نمیدونه بازش میکنم و کداشو کد نویسی میکنم مخصوص همون آپدیت. خلاصه زیاد سرتون رو در نیارم، اینو اینجا کپیو میزنید بچه‌ها، وارد پوشه اندروید میشید، پوشه دیتا میایید این پایین. بچه صدام گرفته، واقعا داره اذیت میکنه این مریضی، 10 بارم دکتر رفتم ناموسم. میایید این پایین، پوشه پابجی موبایل رو انتخاب میکنید، پوشه فایل UF4 گیم، شادو ترکر اکسترا و سیوت. توی این قسمت بچه ها میاد پایین، اینجا گزینه سیو گیم رو، پوشه سیو گیم رو پیدا میکنید و اینجا کپی پیستش میکنید. یعنی دیگه این سبزه رو که این پایین بزنید کار جمعه و برید با خیال راحت بازی پابجی موبایلتون رو بدون لگ بازی کنید. امیدوارم که اینجا از دیدن ویدیو لذت برده باشید. عاشق یکایی که تونم، دمتون گرم که هستید و دوستتون دارم خیلی شدید. لایک رو فراموش نکنید، فداتون بشم و شما رو تا ویدیو بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم.